اینو بفرستیم برای اونی که اون بالا نشسته و داره قطعی های برق و برای ما منظم میکنه و اجرایی میکنه. غم و بغض مردار رو از صدای نفساش میشه بفهمید. جیگر آدم رو پاره پاره میکنه. کل زندگیش رفته. دست به دست کنید برسه به دستش. نیایید بگید چرا ژنراتور نبوده، چرا برق اضطراری. اینا برای هر روز نیست. خودتون میگید اضطراری. کی میخواد بیاد این ضرر رو جمع کنه؟ کمر اینو کی میخواد صاف کنه؟